قسمت دوم سفر رو شروع میکنیم با بودن در فرودگاه کلگری. داریم میریم به سمت کشور انگلستان با پرواز ایرلاین ایر کانادا. اولین باریه که تجربه فرست کلاس رو دارم که خواستم با شما به اشتراک بذارم. خلاصه 7-8 ساعت تو هواپیما بودیم و الان این تصاویر که میبینید تصاویر شهر لندنه. بسیار تجربه قشنگی بود استفاده کردن از سرویس بیزنس کلاس یا هم فرست کلاس، به خاطر اینکه حداقلش اینه که شما 3-4 ساعت میخوابید و پاتون رو در واقع استراحت میدید، راه میدید و این خب خیلی عالی. اگه کسایی که هستن که میتونن افورت کنن که با بیزنس کلاس برن، حتما توصیه میکنم که این کارو بکنید. البته به هر روشی مسافرت کردن عالیه. ما همیشه خودمون با اکونومی میرفتیم، ولی این دفعه اولم بود که داشتم از سرویس فرست کلاس استفاده میکردم که یه مقدار خب کمتر خسته میشی و احساس بهتری داری وقتی یه میرسی. حتما اگر سابسکرایب نکردی این چنل رو حتما سابسکرایب کن، فالو کن و اینکه داخل شهر لندن خواهیم رفت و از جاهای دیدنیش براتون فیلم گرفتم که در ویدیوهای بعدی باهاتون به اشتراک میذارم. تا بعد.